ایلان ماسک چگونه ایلان ماسک شد؟ ایلان ماسک متولد شهر پیرتوریای آفریقای جنوبی است. او دوران کودکی و نوجوانی خود را در این کشور سپری کرد. ایلان در 10 سالگی صاحب یک دستگاه کامپیوتر شد و وقتی 12 سالش شد توانست اولین بازی کامپیوتری خود را بسازد. این بازی بلاستر نام داشت. جالب اینجا است که مجله PCN آفیس تکنولوژی این بازی را با قیمت $500 از او خرید. ایلان در 19 سالگی برای تحصیل به کانادا مهاجرت کرد. پس از گذراندن 2 سال در دانشگاه کوینیست، در سال 1991 این دانشگاه را رها کرد و به دانشگاه پنسیلوانیا رفت. او در آنجا در رشته‌های کسب و کار و فیزیک 2 مدرک لیسانس گرفت. سپس برای ادامه تحصیل در دکترای رشته فیزیک انرژی به دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا رفت. اما ایلان تنها 2 روز آنجا دوام آورد. بررسی زندگینامه ایلان ماسک نشان می‌دهد مسیری که طی کرد از این فراز و نشیب‌ها کم نداشت. ورود او به دانشگاه استنفورد هم همزمان بود با اوجگیری شرکت‌های اینترنتی نوپا. او هم برای اینکه از قافله عقب نماند به این موج پیوست و اولین شرکت خود را با نام زیپ-تو راه انداخت. تأسیس این شرکت نقطه مهمی در داستان زندگی این کارآفرین شناخته شده بود. اولین گام برای ساخت یک امپراتوری. زیپ-تو یک راهنمای شهری آنلاین بود که محتوای لازم برای سایت‌هایی مثل نیویورک تایمز و شیکاگو تریبون را تأمین می‌کرد. در سال 1999 شرکت کامپیوتری کامپک شرکت زیپ-تو را با قیمت $307 میلیون نقد و $34 میلیون سهام خرید. شخص ایلان ماسک از این معامله تاریخ‌ساز $22 میلیون به جیب زد. اما این تازه اول راه ایلان جوان بود. قدم بعدی ایلان ماسک دنیای پرداخت‌های مالی را دگرگون کرد. دومین گام ایلان ماسک. ایلان ماسک در سال 1999 شرکت X.com را تأسیس کرد. این شرکت در زمینه خدمات مالی آنلاین فعالیت می‌کرد. 1 سال بعد این شرکت با کانفینیتی، ادغام و سرویس معروف پیپل متولد شد. در سال 2002 هم فروشگاه اینترنتی ایبی شرکت پیپل را با قیمت $1.5 میلیارد تصاحب کرد. در آن هنگام 11% سهام پیپل به ایلان ماسک تعلق داشت. ایلان رویای تسخیر فضا را در سر دارد. سال 2002 ایلان ماسک سراغ علاقمندی دیگرش یعنی فضا رفت و اسپیس ایکس را راه انداخت. او با جاه طلبی تمام می‌خواست سفرهای فضایی را وارد مرحله جدیدی کند. او قدم به قدم پیش رفت تا اینکه در سال 2008 توانست اعتماد ناسا را هم جلب کند. در این سال ناسا قراردادی با اسپیس ایکس بست که بر اساس آن این شرکت وظیفه انتقال محموله به ایستگاه بین‌المللی فضایی ها بر عهده می گرفت. سال 2012 ماسک با اسپیس ایکس تاریخ ساز شد. آنها در این سال توانستند موشک فالکون 9 را همراه 1000 پوند محموله به ایستگاه بین‌المللی فضایی بفرستند. اسپیس ایکس اولین شرکت خصوصی بود که توانست این کار را بکند. سال 2013 هم این شرکت موفقیت دیگری کسب کرد و توانست به وسیله فالکون 9 ماهواره‌ای را به مدار ماهواره‌های زمین ثابت ارسال کند. این همان مداری است که در آن ماهواره‌های تلویزیونی قرار می‌گیرند. در سال 2015 هم فالکون 9 ماهواره‌ای موسوم به DSCOVR را روی مدار قرار داد. وظیفه این ماهواره سنجش تأثیر تشعاعات خورشید روی شبکه‌های برق و ارتباطات روی زمین است. به تدریج 2 موضوع تسخیر فضا و نجات آینده نسل بشر به علایق اصلی ایلان ماسک تبدیل شدند. از همین رو مسیر زندگی حرفه‌ای او به دنیای جذاب حمل و نقل هم کشیده شد. ایلان به سوخت‌های فسیلی اعتقادی ندارد. تسلا موتورز ماجراجویی جدید ایلان ماسک بود. این شرکت در سال 2003 تأسیس شد و نقش مهمی در خط سیر بیوگرافی ایلان ماسک داشت. ایلان یکی از بنیانگذاران اصلی این شرکت بود. او همکنون به عنوان مدیر عامل اجرایی و رئیس هیئت مدیره تسلا موتورز فعالیت می‌کند. تسلا موتورز روی طراحی و تولید خودروهای الکتریکی مقرون به صرفه تمرکز دارد. در سال 2008 این شرکت رودستر را معرفی کرد.
خودروی اسپورت که در 3.7 ثانیه سرعت آن از 0 به 97 کیلومتر بر ساعت میرسد. این خودروی تمام برقی با یک بار شارژ تا حدود 393 کیلومتر مسافت را طی می‌کند. مدل S اولین خودروی سدان الکتریکی تسلا بود. این خودرو هم موفقیت‌های زیادی را برای تسلا موتورز به ارمغان آورد. مدل S در سال 2013 به عنوان خودروی سال مجله موتور ترند انتخاب شد. تسلا مدل X سومین خودروی شرکت 12 ساله تسلا است. یکی از جالبترین ویژگی‌های مدل X درهای عقب آن است که مثل دو بال باز می‌شوند. ایلان ماسک می‌خواهد تاریخ را بسازد. تحقیق درباره ایلان ماسک نشان می‌دهد بلندپروازی‌های او حد و مرزی ندارد. ایلان در سال 2013 یک طرح مفهومی انقلابی را منتشر کرد. طرحی که می‌تواند صنعت حمل و نقل را به کلی متحول کند. او از این ایده با نام هایپرلوپ یاد می‌کند. این اختراع می‌تواند سرعت جابجایی بین نقاط جغرافیایی مختلف را به شکل محسوسی افزایش دهد. هایپرلوپ انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر دریافت می‌کند. در این سیستم افراد داخل کپسول‌های مخصوصی می‌نشینند و با سرعت باور نکردنی 962 تا 1220 کیلومتر بر ساعت جابجا می‌شوند. با وجود تمام انتقادها، ایلان ماسک سرسختانه روی این پروژه انقلابی کار می‌کند. البته ایده پردازی‌های ماسک تنها به پروژه هایپرلوپ ختم نمی‌شود. فهرست شرکت‌هایی که او در حوزه‌های مختلف خود راه انداخته یا در راه‌اندازیشان سهیم بوده بلند است. گویی در ذهنش آینده‌ای را ترسیم کرده و هر یک از این شرکت‌ها تکه‌ای از جورچین آن آینده‌اند. نمی شود آینده جهان را زیبا تصویر کنید و به انرژی‌های پایدار و تجدیدپذیر توجه نداشته باشید. ماسک خیلی وقت پیش در سال 2006 به پسرخاله‌هایش لیندن و پیتر کمک کرده بود تا شرکت سولار سیتی را در زمینه انرژی خورشیدی راه بیاندازند. بعدها در آگوست 2016 تصمیم گرفت حضور پررنگتری در این حوزه داشته باشد و از طریق شرکت تسلا سولار سیتی را تصاحب کرد تا زنجیره تأمین تسلا را کامل کند. ماسک در این باره گفته: انرژی خورشیدی و ذخیره‌سازی انرژی در کنار هم بهتر کار می‌کنند. تسلا، بخش ذخیره و سولار سیتی تولید انرژی خورشیدی با هم می‌توانند هم از نظر فناوری و هم اقتصادی بهترین عملکرد را داشته باشند تا در نهایت فرایند تولید، ذخیره و مصرف انرژی بهبود یابد. ماسک به هدف توسعه ایده‌های مشابه هایپرلوپ شرکت بورینگ را تأسیس کرد تا به قول خودش رفت و آمد شهری را از شکل 2 بعدی فعلی به تو در توی 3 بعدی تبدیل کند. او معتقد است شلوغی آمد و شد خودروها در شهرها را میتوان با حفر تونل‌های ویژه‌ای در شهرها به حداقل رساند. فاز آزمایشی این تونل‌ها در محوطه شرکت اسپیس ایکس حفر و آزمایش شد. آینده ایلان ماسک بدون هوش مصنوعی و افزایش توانایی مغز انسان تحقق نمی‌یابد. دو شرکت اوپن ای آی و نورولینک برای همین تأسیس شدند. ماسک اغلب در مصاحبه‌هایش از آینده هوش مصنوعی خیلی خوب تعریف نمی‌کند و مانند استیو هاوینگ نگران از کنترل خارج شدن آن است. هدف شرکت اوپن ای آی این است که در کنار توسعه هوش مصنوعی از خدمتگزاری دائمی آن به بشر مطمئن شود. شرکت نورولینک در آغاز بیماری‌ها و آسیب‌های مغزی را هدف گرفته تا درمانشان کند و در ادامه با شناخت دقیق‌تر مغز بتواند با افزودن بخش‌هایی به آن توانایی‌هایش را افزایش دهد. احتمالاً نیت ناگفته ماسک این است که به نوعی انسان با سایبورگ شدن بتواند همواره از هوش مصنوعی جلوتر باشد. ایلان ماسک و دنیای سیاست. زندگی نامه ایلان ماسک نمیتواند بدون پرداختن به سیاست کامل باشد. بعد از انتخاب شدن دونالد ترامپ به رئیس جمهوری آمریکا، انتقادهای زیادی به او و تیمش به خاطر دوری از شرکت‌های فناوری شد. ترامپ در نهایت عده‌ای از نامداران این حوزه را به عنوان مشاور خود برگزید که نام ایلان ماسک هم در آن میان بود. خیلی‌ها ماسک را به خاطر پذیرش همکاری با ترامپ شماتت کردند. او در پاسخ به انتقادها گفت:
هدف من سرعت بخشیدن به فرایند گذار دنیا به انرژی‌های پایدار و چند سیاره‌ای شدن تمدن بشری است تا اشتغال افزایش یابد و آینده برای همه بهتر شود و در این راستا از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنم. اما در نهایت با کنار گذاشتن پیمان زیست محیطی پاریس توسط ترامپ که درست عکس توصیه‌ها و هدف‌های ماسک بود، ماسک همکاری با دولت ترامپ را خاتمه داد. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. برای مشاهده زندگی‌نامه‌های بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید.